خب سلام و عرض ادب خدمت رفقای عزیزم. امیدوارم که حالتون عالی باشه. بنده ابوالفضل برزگر هستم و با جلسه ششم از دوره آموزشی برنامه‌نویسی اودو در خدمتتون هستم. خب رفقا، ما توی جلسه قبلی یاد گرفتیم که چطوری میتونیم بیایم یه مدل رو ایجاد کنیم و بعد مدل رو هم اومدیم اینجا توی اینیت در واقع ایمپورتش کردیم که بتونیم اینجا در واقع فولدرش هم اینیت کنیم که مدل رو در دسترسمون داشته باشیم. منتها الان باید بیایم این مدل رو به عنوان یه تیبل معرفی کنیم و توی دیتابیسمون داشته باشیم، چون که بتونیم بیایم اطلاعاتمون رو روی دیتابیس ذخیره کنیم. باید بتونیم در واقع اطلاعاتمون رو روی دیتابیسمون ذخیره کنیم. فقط زمانی که شما بیایید و در واقع ماژول رو نصب کنید، خب این مدل به عنوان یه تیبل در واقع در نظر گرفته میشه. گفتم بهتون توی جلسات قبلی که خود اودو یه ORM داره که به صورت هوشمند و خودکار میاد و این در واقع مدلی که ما داریم رو به عنوان یه تیبل توی دیتابیسمون در نظر میگیره و زمانی که ما نصبش کنیم میاد این مدل به تیبل تبدیل میشه. منتها الان یه اشکال و ایرادی وارده. ما تعریف نکردیم که در واقع چه سطح از کاربرهایی میتونن به این مدل دسترسی داشته باشن. به خاطر همین زمانی که بخوایم مدل رو در واقع ماژول رو بیایم نصبش کنیم، بهمون ارور میده که آقا نمیتونی این ماژول رو نصب کنید، چون که این مدلی که ما داریم رو در واقع تعیین سطحش نکردیم. نیومدیم یه فایل سکیوریتی براش قرار بدیم و تعریف کنیم که این مدل در واقع چه گروه از کاربرهایی میتونن بهش دسترسی داشته باشن. پس توی این جلسه باید بریم و در واقع فایل سکیوریتیمون رو اضافه کنیم. ما اینجا یه فولدری ساختیم توی جلسه ساختار ماژول های اودو به اسم سکیوریتی، که این در واقع ما بخوایم بیایم یه فایلی توش اضافه کنیم که بتونیم تعیین سطح کنیم و دسترسی بدیم یه گروهی از کاربرها رو به این مدل. حالا در واقع من میخوام اسمشو بذارم IR مدل اکسس، یه اینجور اسمی. پس من میام یه فایلی رو ایجاد میکنم، نیو میکنم، اسمشو میذارم ir.model.access.cv به این شکل. خب فایل برای ما ایجاد شد. وقتی که فایل ایجاد شد رفقا، در واقع ما زمانی که بخوایم دسترسی بدیم، ببینید فایل یه فایل CVه، خب و در واقع به صورت تیبل کار میکنه دیگه. فایل CVه، یه در واقع تیبله، ما به عنوان یه تیبل باید در نظرش بگیریم. یه سری بقولی اون سرستون ها رو داره، خب که با عنوان آیدی، نیم، مدل آیدی، گروپ آیدی، پرم رید، پرم رایت، پرم کرییت و پرم آنلیک هستن. یعنی 8 تا در واقع چیزو این فایل سکیوریتی ما داره. حالا این آیدی چیه؟ رفقا در واقع این آیدی اون شناسه یکتاییه که ما بتونیم در واقع رکوردمون رو متمایز کنیم با بقیه رکوردها. نیمه چیه؟ نیمه در واقع ما میخوایم بیایم یه در واقع نام توصیفی برای رکوردمون داشته باشیم. مثلا اینجا ما گذاشتیم که پروپرتی یوزره، درسته؟ و در واقع یه مدل آیدی هم اینجا باید براش در نظر بگیریم. مدل آیدی در واقع شناسه مدلیه که دسترسی برای اون تعریف میشه. الان ببینید ما یه مدلی داریم به اسم چی؟ استیت پروپرتی، درسته؟ استیت پروپرتی اگه ما بخوایم شناسش رو در بیاریم یه قانونی داره. اینجا رو ببینید رفقا، ما اومدیم نوشتیم مدل خط فاصله استیت خط فاصله پروپرتی. پس با توجه به اسمی که داره، ببینید با توجه به اسمی که داره ما میایم یه مدل قبلش قرار میدیم، به جای نقطه میتونیم که یه خط فاصله قرار بدیم تا در واقع شناسه یکتای این مدل شناسایی بشه به این شکل. پس
این قانونیه که ما برای در واقع شناسه یکتای مدلمون داریم. بعدش میگه که گروپ آیدی رو به من بده، یعنی در واقع چه گروه از کاربرایی میتونن به من دسترسی داشته باشن. ما اومدیم گفتیم که همه گروه های کاربرها، یعنی base.group user رو بهش دادیم که هر در واقع کاربری که وارد سیستم اودوی ما میشه میتونه که در واقع این ماژول رو، این مدل این ماژول رو در واقع به دیتابیس اضاف حالا کم و زیادش کنه به این شکل. بعد میگه که پرم رید، پرم رایت، پرم کرییت و پرم آنلیکش به چه شکله. پرم رید رفقا یعنی حالا اون در واقع گروه از کاربرا مجاز به در واقع مشاهده هستن. رایت هم که به معنای همون ویرایشه و کرییت هم که ایجاد و آنلیک هم که به معنای حذفه. یعنی آیا اون گروه از کاربرها میتونن منو ویرایش کنن یا ایجاد کنن یا حذف کنن؟ اگه یک باشه یعنی که میتونن، اگه صفر باشه یعنی که نمیتونن. حالا کدام گروه؟ همون گروهی که اینجا تعریف کردیم. ما اومدیم دسترسی همه چی رو بهشون انگار دادیم که هم بتونن کرییت کنن، یعنی در واقع همون عملیات کرادی که خودمون در نظر میگیریم به عنوان یه برنامه‌نویس، کرییت، رید، آپدیت، دیلیت. این در واقع گروه از کاربرها میتونن همه کاری رو برای ما انجام بدن. پس من همینو کپی میکنم میارم و اینجا توی فایل سکیوریتیمون پیست میکنم به این شکل. و الان ما در واقع اومدیم یه فایلی رو ایجاد کردیم که دسترسی برای ما ایجاد شد. خب حالا رفقا توی قدم دوم باید بیایم چیکار کنیم؟ باید بیایم این فایلی که اینجا ایجاد کردیم رو به ماژول معرفی کنیم. بگیم که آقا ما یه فایلی برای سکیوریتی، برای در واقع سطح دسترسی کاربرها، تعیین سطح دسترسی کاربرها ایجاد کردیم، تو بیا اینو بخون و با توجه به این فایله بیا سطح دسترسی ما رو قرار بده. برای اینکه این کارو کنیم رفقا برمیگردیم به فایل مانیفست. اگه یادتون باشه در واقع ما اینجا یه فیلدی داشتیم به اسم دیتا که گفتیم توی دیتا میتونیم بیایم اون فایل هایی که در واقع توی سطح اون ماژولمون داریم رو بیایم اینجا رفرنس دی کنیم. من قبلا اینجا براتون در واقع به صورت آماده به قولی نوشتمش که بیایم اینجا و فقط پیستش کنیم. میگیم که شما باید برید توی فولدر سکیوریتی و irmodel.access.csv رو، آره اینجا من CS رو در واقع نذاشتم، این فایل در واقع CSV رو بری و در واقع فراخوانی کنی و بیاری اینجا به عنوان فایل سکیوریتیمون داشته باشی. این ترتیب فایل دیتا هم مهمه که حالا تو جلسات بعدی بهتون آموزششو میدم. الان رفقا ما میتونیم بیایم و دیگه ماژولمون رو با خیال راحت نصبش کنیم. من میام روی اکتیو میزنم که شروع کنه به نصب ماژول و یه مقدار زمان میبره تا ماژول نصب بشه. اگه هم برگردیم رو فایل پایچرممون شروع میکنه اینجا یه سری لایک ها رو بهمون دادن. آره اینجا داره لایک میده که IR مدل فیلدز داره ترک میشه. یه لحظه من ویدیو رو پوز کنم، برگردیم ببینیم که آیا نصب شده. قبل از اون که من ویدیو رو پوز کنم داره در واقع حالا رفرش میشه صفحمون. ما اومدیم توی فایل مانیفستمون فکر کنم یه چند تا چیز رو بهش دادیم دیگه. آره گفتیم که حالا او depends بیس و سل رو، حالا کاش که سر رو برمی داشتیم بعد نصبش میکردیم، حالا که دیگه حالا مونده بود. این میاد رفقا ماژول هایی که مربوط به ماژول سل هست رو، یعنی تمام وابستگی که به ماژول اون در واقع ماژول هایی که مربوط به سلز هست رو میاد برای ما نصب میکنه. حالا برگردیم، بله میبینید که حالا یه سری ماژول های دیگه مثل دیسکاوس و داشبورد و اینوایسینگ و لینک ترکر و اینا برای ما نصب شده که اینا مربوط به در واقع ماژول سلز بوده. کاش اول برداشته بودیمش. حالا میایم استیت رو
در واقع سرچش میکنیم ببینیم که آیا نصب شده برای ما و میبینید که حالا برای ما نصب شده. برای اینکه ببینیم آیا مدل، اینو من ببندمش، برای اینکه ببینیم آیا این مدل پروپرتی ما اومده توی دیتابیس لحاظ شده یا نه، رفقا یه راهکار خیلی ساده داریم. میتونیم که بیایم توی ستینگ، اینجا اکتیو دیولپر مود رو در انتهای این صفحه قرار گرفته بزنید تا دیولپر مودتون در واقع فعال بشه. شروع میکنه به فعال کردن دیولپر مودتون و زمانی که حالا این فایل دیباگ اومد اینجا، یعنی که شما رو حالت دیولپر مودید. بعد اینجا فکر کنم که ما میتونیم بریم و مدلز ها رو ببینیم اگه اشتباه نکنم. بله، اینجا میتونیم بریم مدلز ها رو ببینیم. حالا من مدلی که اینجا داشتیم رو میام سرچش میکنم. اسم مدلمون چی بود؟ استیت پروپرتی. پس من میام این استیت رو کپی میکنم میارم، البته حالا بنویسیمش هم خالی از لطف نیست. اینجا استیت رو سرچش میکنم، میبینید که اینجا استیت پروپرتی توی دیتابیس ما ایجاد شده و میبینید که در واقع همون فیلد هایی که ما به عنوان مدل اینجا تعریف کرده بودیم، مثل نیم، دیسکریپشن، پست کد، گاردن، گاراژ، اینا در واقع اومدن و اینجا برای ما ذخیره شدن. گاراژ، گاردن، بدروم، چه تعداد در واقع اتاق داره، نیم، پست کد، و میبینید که در واقع فیلدهایی که ما اینجا به عنوان مدل، فیلدهای مدل اضافه کرده بودیم، اینجا به عنوان در واقع کالمن های دیتابیس ما در نظر گرفته شدن. خب رفقا، امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه و تا جلسه آینده خدا نگهدارتون. توی جلسه آینده منتظرتون هستم.